سلام. خب ما اومدیم توی مسقط غذای تایلندی امتحان کنیم. با هماهنگی سفارت تایلند این داستان انجام شده و توی اکسیبیشن سنتر مسقط، مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی مسقط. خیلی خلوته اینجا. بریم ببینیم به کجا میرسیم. آره خانمم خیلی شزنوار داره میره و کلا جای جالبیه اینجا. زمین زیاد داشتن، خیلی پت و پهن هم بیچو ساختن. اینجا یه سری اشکال هنری هست به نظرم که خیلی من درک نمی‌کنم چیه. ابر ایناست. این دوستمون زلف رو برباد داده و منجر شده به اون. آره خدای بد نیست، خوشگله، من که دوست دارم. اونجا همه کلاهای عمانی می‌بینیم. عمانی ها عادت دارن که کلاهای مختلفی رو سرشون میذارن و با اشکال مختلف هم نمونهش رد شد دیدیم و این هم چیز جالبیه. میبینید ایجاد دید سه بعدی میکنه برای ما و خفن خدایی خفنه. باز اینجا ما رو داریم و اینجا منو میبینیم که به تعداد زیادی قرار تقسیم شدم. خب اینجا نمای بیرونی از محل نمایشگاه، ماکتیه که درست کردن برای این داستان. جالبه ولی ترتمیزه. ببینیم مثلا کجا باید بریم. اونجا همون جایی بود که از این چیزای هنری داشت اینا و واقعا قشنگ بود. حالا اگر عکسش خوب شد یکی دو تاشو میذارم که ببینیم. خب چیز دارن اینجا با یه برخورد گرمی با ما داشتن و خب بچه‌ها خیلی به نظر من اتفاق خاصی قرار شد بیفته. حالا بریم ببینیم به چرخیم ببینیم. حالا یه فیش کیک امتحان کردم، خیلی دوستش نداشتم. کلا اینجوری از بچهای تایلند مسقط اومدن نمایشگاه برگزار کردن. احتمالاً سفارت دیده که نیاز دارن که پول در بیارن و حقیقتا بوی خیلی خوبی نمیده غذاهاشون، ولی این بادو هندی داره، فکر کنم خوشمزه باشه. What is the content of this? Chicken peanut. Chicken? Yeah. Oh, okay. This is min bangsi.
سوپرمارکتی تایلنده. کوکونات و عینا الان به اون داد که امتحان کنیم ببینیم چجوریه. سادی خوبه؟ یا به اون میگم تو دادن تست کنیم. جالبه توش یخ ریخت و جوری خانمای تایلندی هستن و محصولات تایلند. خوشمزه بود. از کوکونات ساخته شده. مانگ بین کاستارد. یه نقشه تایلند و توریست مپ و این راجع به اینه که عروسی های تایلند چجوریه نشون میده به بچه ها چجوریه. راجع به فرهنگ تایلند و عروسی هاشون میگه. با مزه است مثلا اینجوری حلقه دست میکنم. آره حالا شاید عروسی نباشه. همش عروسیه. نه همش عروسیه. چه جالب. تو تایلند من فکر کنم عروسی نمیکنه کسی. نشنامش متاسفانه یه تلاشی بود برای معرفی فرهنگ، ولی خب میدونیم که خب تایلند هر کشوری پتانسیل خودشو داره، ولی خب تایلند خیلی پتانسیل زیاد نمیتونه که عمان داشته باشه. منطقه بپذیریم و ویدیو رو اینجا میخوایم What is your mission? Anything, whatever may be. Looking to care whoever may be. Wherever you're going, reach and see ancient dreams become true amazingly.